ویدیو قرار لیست دوم 15 تا از بهترین سریال‌های عاشقانه ترکیه تا سال 2020 رو به شما معرفی کنیم. پس همین حالا دکمه قرمز رنگ عضویت رو فشار بدین و با ما همراه باشین. شماره 15 ضربان قلب. سریال ضربان قلب تولید سال 2017 درباره دختر دبیرستانی به اسم ایلوله. ایلول دختر سرکشیه که مادرش رو از دست داده و رابطه خوبی هم با پدرش نداره. بنابراین تصمیم میگیره با مادر بزرگش در روستا زندگی کنه. اون توی دبیرستان روستا عاشق معلمش میشه، ولی معلمش که در اصل پزشکه و موقتا برای تدریس به اون روستا اومده اونجا رو ترک میکنه. این سریال لحظات عاشقانه جذابی رو برای شما به تصویر میکشه. شماره 14 آسی. سریال آسی محصول سال 2007. این سریال داستان زندگی دختری روستایی به نام آسیه که خانواده‌اش اراضی زیادی دارن. مردی استانبولی به اسم دمیر عاشق آسی میشه، اما شخصی به اسم علی رقیب عشقی دمیره و موانعی رو برای این دو نفر ایجاد میکنه. حتی با دسترسی اون دمیر به قتل محکوم میشه. مسیر پرتنش این عشق باعث ایجاد سریال زیبا شده. این سریال در دوران پخشش در بسیاری از کشورهای خاورمیانه طرفداران زیادی به دست آورد. شماره 13 فی. این سریال محصول سال 2017 است. فی داستان زندگی شخصی به اسم جان رو روایت میکنه که عاشق و دلباخته یه رقاصه. جان در کودکی بر اثر یه حادثه تعادل روانی خودش رو از دست داده و به مدت 3 سال در یک بیمارستان روانی بستری شده و بعد از اون هویت و زندگی خودش رو تغییر داده. وقتی جان به منزل جدیدش نقل مکان میکنه، مقابل خونش رقاصی به اسم دورو رو میبینه که زندگیش رو زیر و رو میکنه. جان از اون به بعد هدفش میشه رسیدن به دورو و برای عملی کردن این هدف از روش‌های مختلفی استفاده میکنه. شماره 12 آفتاب زمستانی. این سریال محصول سال 2016 درباره دو برادر دوقلو به نام‌های افه و مته است. در روز تولد 7 سالگی دوقلوها وقتی که افه در عقب ماشین پدرش پنهون شده، شاهد قتل پدرش با یه تصادف ساختگی میشه. بعد از این اتفاق افه خودش رو گم و گور میکنه و همه فکر میکنن افه مرده، اما اون زندگی جدیدی رو شروع کرده. اون سالها بعد دوباره خانواده واقعیش رو پیدا میکنه و با برادرش تصمیم میگیرن انتقام پدرشون رو بگیرن. این سریال در عین مهیج بودن مضمون عاشقانه و زیبایی داره. شماره 11 جزرومد. سریال جزرومد محصول سال 2013 درباره دختر و پسری به اسمهای یامان و میراست. یامان در یکی از محله‌های پایین استانبول و در یک خانواده فقیر و البته خلافکار به دنیا اومده. موقعی که یامان به خاطر کار خلاف به زندان میفته، با وکیلی آشنا میشه. این وکیل از یامان خوشش میاد و اونو به منزلش دعوت میکنه. نتیجه این ارتباط ملاقات غیرمنتظره میرا و خوردن جرقه عشقه. اتفاقاتی که برای این پسر شرور در راه عشق میفته دستمایه یه سریال زیبا شده. شماره 10 وصلت. سریال وحشت محصول سال 2018. در داستان سریال عزیز پسر یه خانواده پولداره که مدیریت شرکت پدرش رو به دست گرفته و فریده هم دختری که با نامادری و پدر و خواهرش و برادرش زندگی میکنه. او به خاطر تمکاری نامادریش و برای اینکه بتونه باری از دوش پدرش برداره سخت کار میکنه. روزی فریده اتفاقی شاهد جرمی که عزیز انجام میده و سعی در مخفی کردنش داره میشه و تصمیم میگیره که به پلیس خبر بده، اما متوجه میشه برادرش فرهاد هم در این ماجرا دست داره. در طی این مدت عزیز عاشق فریده میشه و فریده هم عاشق عزیز، ولی نمیتونن اینو قبول کنن. بعد از قبول کردن هم با غیر ممکن بودن عشقشون روبرو میشن.
شماره 9 همه جا تو. این سریال تولید سال 2019. در داستان این سریال دمیر پسر زرنگیه که یه شرکت کوچیک معماری که در آستانه ورشکستگیه و خانه دوران کودکیش رو میخره، ولی متوجه میشه که سرش کلا رفته و تا پیدا شدن راه حلی باید خونه رو با یه دختری به اسم سلین تقسیم کنه. دختری که نقطه مقابلشه و هیچ بچه مشترکی ندارن. همخونه شدن اجباری این دو نفر باعث ایجاد کلی چالش برای اونا میشه. ولی این تازه شروع ماجراست. دمیر متوجه میشه که شرکتی رو که خریده سلین یکی از کارمندای ارشد اونجاست و باید اونجا هم باهاش سر و کله بزنه. این سریال عاشقانه با تم کمدی میتونه شما رو حسابی سرگرم کنه. شماره 8 فاتی هاربیه. این سریال تولید سال 2013 و داستان دختری ساده و البته تحصیل کرده به اسم نریمانه که در یک محله فقیرنشین و پایین شهر در ترکیه زندگی میکنه. از کودکی قرار بوده نریمان با پسری به اسم شیناسی در همون محله ازدواج کنه. در سمت دیگر داستان ماجد در یک خانواده ثروتمند و در محله بالاشهر زندگی میکنه. پدر ماجد میخواد برای ماجد دختری به اسم پلین رو برای ازدواج بگیره، ولی ماجد دوستش نداره. روزی اتفاقی پلین که دختردایی نریمان هم هست اونو به جشن تولد ماجد دعوت میکنه و وقتی نریمان بدون اجازه شیناسی به این جشن میره اتفاقات خاصی میفته و ماجد با یک نگاه عاشق نریمان میشه. اینجاست که نریمان بین دو عاشق گیر میافته. اون باید بین شیناسی و ماجد یه نفر رو انتخاب کنه. شماره 7 دختر سفیر. داستان سریال دختر سفیر محصول سال 2019 اینجوریه که سانجار و ناره همدیگر رو دیوانه‌وار دوست دارن، اما پدر ناره مخالف رابطه اوناست. ناره و سانجار تصمیم میگیرن فرار کنن و مخفیانه ازدواج کنن. شب بعد از عروسی سانجار فکر میکنه ناره بهش خیانت کرده و حرفای اونو باور نمیکنه و ناره رو از کلبش بیرون میکنه. ناره خودشو از یه صخره پرت میکنه پایین و به سختی مجروح میشه و بعد از اون دیگه ناپدید میشه. سانجار فکر میکنه ناره به راحتی ترکش کرده و به دنبال زندگی تازه‌ای رفته. سالها بعد ناره دوباره در زندگی سانجار ظاهر میشه، اونم دقیقاً موقعی که سانجار قصد ازدواج داره. شماره 6 فصل گیلاس. فصل گیلاس محصول سال 2014 درباره دختری به اسم اویکوه که بزرگترین آرزوش اینه که یه طراح مد بشه. اون از بچگی عاشق برادر دوستش مته است، ولی مته مثل اون فکر نمی‌کنه و عاشق کسی دیگه میشه. یه روز اویکو به صورت تصادفی دوست و شریک کاری مته به اسم ایاز رو میبینه و اینجا جرقه عشق ایاز به مته خورده میشه. این سریال با ماجراهای جالبش میتونه حسابی شما رو سرگرم کنه. شماره 5 عروس استانبول. سریال عروس استانبول محصول سال 2017 است و تا حالا 3 فصل ازش ساخته شده. این سریال بر اساس داستانی واقعیه. عشق فاروق و ثریا محور اصلی داستان این سریاله. ثریا بدون وجود پدر و مادرش بزرگ شده و تبدیل به یه دختر جوان و بسیار مغرور و مستقل شده. ثریا سعی داره در رشته موسیقی فارغ التحصیل شه و خرج زندگی و تحصیلاتش هم خودش در میاره. زندگی این دختر با ورود شخصی به اسم فاروق که آدمی بسیار خوش اخلاق و ثروتمنده برای همیشه از این رو به اون رو میشه. فاروق از یک خانواده ریشه‌دار قدیمی و بزرگه که احتمالاً خانواده‌اش ثریا رو قبول نمی‌کنن. عشق ثریا و فاروق و چالش‌های ثریا با خانواده فاروق دستمایه یه سریال شده که در بین مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان به شدت محبوب شده.
شماره 4. مرحمت، بخشش. سریال زیبای مرحمت محصول سال 2013 درباره دختر فقیری به اسم نارینه. نارین دختری متکی و مستقله که با اتکای به خودش از یه خونه کوچیک و بیرحم به استانبول میره. اون با ورودش به استانبول با خوششانسی یه خونه مناسب و یه کار پیدا میکنه و یه همخونه خوب به اسم دنیز نصیبش میشه. دست تقدیر باعث میشه که نارین به صورت تصادفی و از طریق خواهر دنیز عشق قبلی خودش یعنی فیرات رو ببینه، ولی فیرات اونو تحویل نمیگیره و وانمود میکنه که اصلا اونو نمیشناسه. سریال مرحمت یه درام عاشقانه با داستان پرپیچ و تاب و زیباست. شماره 3. حکایت ما. سریال داستان ما یا حکایت ما محصول سال 2017 درباره یه خانواده فقیر در یکی از محلات پایین شهریه. پدر این خانواده همیشه مسته و مادرشون یه روز خونه رو ترک کرده و دیگه برنگشته. حالا دختر بزرگ خانواده به اسم فیلیز یه جورایی نقش مادرش رو توی خونه بازی میکنه. اون 4 تا خواهر برادر رو دیگه داره که بهش توی امور خونه و زندگی کمک میکنن و در همه شرایط کنار هم هستن. توی این شرایط یه پسر جذاب به اسم باریش سر و کلش پیدا میشه و عاشق فیلیز میشه. ولی فیلیز فکر میکنه توی زندگیش عشق جایی نداره و از باریش دوری میکنه. عشق چنگیز به فیلیز که یه مأمور پلیسه از سمت دیگه ماجرا رو پیچیده میکنه. این سریال به شدت سرگرم کننده و جذابه. شماره 2. کوزیگونی. سریال کوزیگونی محصول سال 2011 از سریال هایی که در ایران کلی طرفدار به دست آورده. 2 برادر به اسمای کوزی و گونی با هم سوار اتومبیل بودن. در حالی که گونی رانندگی میکرد ناگهان با آبر پیاده‌ای تصادف کرد و باعث مرگش شد. اما کوزی از روی دلسوزی خودش رو به جای گونی متهم معرفی کرد و به جای برادر 4 سال زندان رفت. بعد از آزادی اون از زندان دچار مشکلاتی شده، اما گونی که صاحب شرکت بزرگی به کوزی بی‌محلی میکنه و هیچ کمکی بهش نمیده. عشق این 2 برادر به یه دختر به اسم جمره و ماجراهای بعد از آزادی کوزی از زندان یه درام زیبا رو خلق کرده. شماره 1. کارادایی. سریال 3 فصلی کارادایی که ساختش از سال 2012 شروع شد از شاهکارهای تلویزیون ترکیه است. داستان در شهر استانبول دهه 1970 اتفاق میفته. ماهیر کارا یک کفاش ساده است که همراه خانواده‌اش در یک محله آرام زندگی میکنه. در روز نامزدی ماهیر پدرش به اتهام قتل دادستان کل استانبول دستگیر میشه. ماهیر که باور داره پدرش بیگناهه برای آزادیش میجنگه. او به عنوان وکیل کارآموز با نام جعلی وارد عدلیه استانبول میشه و در کنار قاضی فرید شادوغلو پرونده پدرش رو به دست میگیره تا عدالت رو بر ظلم پیروز کنه. اما ناگهان خودش رو در میان یه دوراهی بزرگ میبینه چون عاشق فریده میشه. اون باید بین عشق و عدالت یکی رو انتخاب کنه. شما کدوم یکی از این سریالا رو دیدین و نظرتون راجبش چیه؟ اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما همین حالا توی کانال ما عضو شین. در ضمن با لایک ویدیو به ما کلی انرژی و انگیزه میدین.